با سلامی دیگر باره از من شاهد الخوجه از دفتر مرزی رادیو آزادی از شهر پراگ و بعد از 3 ساعت دیگر همه شما از اون رو در برنامه خبری رادیو آزادی که طریق پخش مستقیم پیشنهاد شما می شود انتظارم و تا شروع اون برنامه می خواهند برای شما سرخط مهمترین خبرهای روز را از حیات تاجیکستان و جهان به سهم شما برسانم و بعضی از این خبرگزاری‌ها را ما حتما در برنامه خبری جای خواهیم داد. خب دیدار تاریخی با وقوع پیوست. پرزیدنت امریکا بالاخره با همتایش از کره شمالی روبرو آمد. جهان از این ملاقات انتظارات زیاد دارد. دونالد ترامپ با کیم چین اون درباره چی صحبت کردند و تا کجا از این ملاقات راضی هستند. نتیجه این ملاقات تاریخی را در برنامه خبری بعد کمتر از 3 ساعت تقدیم شما خواهیم کرد. پیوندان قیمدین غوزی روحانی شناخته و وایز معروف میگویند با گذشت 1 ماه درباره وضع صحتی او معلوماتی دقیق ندارند. آنها نگرانند که برخی آوازه‌ها درباره بد شدن وضعیت این نفر به گوش میرسد ولی مراجعت‌هایشان به مقامات برای دیداربینی با این روحانی تا حال بی‌نتیجه مانده است. باید یادآور شوم که دادگاه عالی تاجیکستان سید قیمدین غوزی را ماه پیش به 25 سال زندان محکوم کرد، اما مسئولین زندان درباره دعوای نزدیکان قیمدین غوزی چی میگویند؟ در برنامه منتظر باشید، پیشنهاد شما خواهد شد. آنها که با چشم دل میبینند هزاران افراد نابینا و سست‌بین در تاجیکستان به ادبیات مخصوص با حروف بریلی دسترسی ندارند. برخی از آنها را شامل شدن تاجیکستان به سازشنامه مراکش به آینده بهتر امیدوار کرده است. در برنامه امروز نگاه میاندازیم به این قشر جامعه که اکثریت آنها زیر خط فقر به سر میبرند. سپس از آن صحبت میکنیم که چرا در جمهوری چچنستان که پرزیدنتش رمزان قادیروف را از همسنگرهای مهم وطن دوست و شاگردان ولادیمیر پوتین مینامند، در این روزها بیشتر پرچم مصر و عکس‌های فوتبال باز محمد صلاح را آویزان کرده است. نه دسته فوتبال روسیه یا یگان ستاره دیگر در اینجا به نظر نمیرسد. و برنده جام قهرمانی فوتبال جهان در روسیه که 32 دسته منتخب دنیا برای دریافت آن تلاش خواهند کرد، نصیب کی می شود؟ این سوال است که تحلیلگران و کارشناسان بخش فوتبال در گوشه های مختلف دنیا از جمله در تاجیکستان با نظر و پیشگویی خود به آن قبل از آغاز سبقت پاسخ میدهند و در برنامه شما نیز این پیشگویی را خواهید شنید. خلاصه من شما را بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم رادیو آزادی در آزادی ویدیو که کانال مخصوصی ما در یوتیوب است منتظرم و پخش همزمان مستقیم این برنامه در سامانه ما www.azadi.org پیشنهاد شما عزیزان می شود و البته ما در شبکه‌های اجتماعی نیز صفحه‌های مخصوصی خود را داریم که ثبت این برنامه را در آن جای خواهیم داد. البته تا شروع برنامه خبری که طوری گفتم کمتر از 3 ساعت دیگر باقی مانده است. ما منتظر چند خبر و گزارش‌های مهم دیگر هستیم که همکاران ما در برای تکمیل این گزارش‌ها فعالیت میکنند، کار میبرند و اگر شما نیز بیننده عزیز میخواهید با ما تماس بگیرید و یا عکس و نوار و یا خبرهای جالب دارید و میخواهید که ما این موضوع را حتما در برنامه مطرح کنیم، پس با ما تماس بگیرید. تماس با ما خیلی آسان است. رقم‌های شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتساپ و ایموی ما در سامانه www.azadi.org گذاشته شده است و شما میتونید به اونجا هر درخواستی که دارید با ما ارسال کنید. خلاصه من شما رو بعد از 3 ساعت دیگر منتظر هستم.